سلام به قصه دوستان عزیز. امشب قرار با هم یه داستان عاشقانه جذاب رو بشنویم به نام امیر ارسلان نامدار و ملک فرخ لقا. این افسانه دریای بی پایانی از حادثه و ماجراهاست. اما من برای آرامش امشب شما گلچینی از زیباترین لحظاتش رو به تصویر کشیدم تا کوتاهی کلام راه ورود به رؤیاهاتون رو هموارتر کنه. امیدوارم که این خلاصه شیرین پلی باشد به خوابی عمیق برای شما. ناصرالدین شاه قاجار عادت داشت که قبل از به خواب رفتن قصه گوش کنه و در کنار اتاق خواب شاه اتاقی مخصوص نوازندگان و نقالان وجود داشت. وقتی که شاه به بستر می رفت اول نوازنده آهنگ هایی می نواخت و بعد نقال مخصوص ناصرالدین شاه نقیب الممالک شروع به نقل داستانی می کرد. ناصرالدین شاه قاجار به قصه امیر ارسلان نامدار علاقه خاصی داشت. اونچنان که سالی یک بار این قصه رو براش نقل می کردن. یکی از دختران ناصرالدین شاه به نام توران آقا ملقب به فخرالدوله از بیرون اتاق قصه رو میشنوه و به اون علاقه‌مند میشه. این دختر که از ذوق ادبی هم بی بهره نبوده قلم و دفتری میاره و روایت نقیب رو تحریر میکنه. ناصرالدین شاه قاجار وقتی که از کار دخترش باخبر میشه سر ذوق میاد و از نقیب الممالک میخواد که این بار داستان رو با آب و رنگ بیشتری تعریف کنه تا فخرالدوله اون رو بنویسه. و اما افسانه امیر ارسلان نامدار و ملک فرخ لقا. داستان ما از جایی شروع میشه که دریا میان خشم و بخشش تاب میخوره. در روزگارانی که بادها سرنوشت آدمیان رو رقم میزنن، کشتی خواجه نعمان بازرگان خدا ترس مصری اسیر طوفانی سهمگین میشه و به ساحل جزیره متروکه برخورد میکنه و خواجه در میان صخره‌های خیس و مه‌آلود بانویی رو پیدا میکنه که سیماش بوی شکوه پادشاهی میداد. اما ترس تو رگهاش رخنه کرده بود. او همسر ملک شاه بود، پادشاهی که تاج و تختش به دست فرنگیان به خاک و خون کشیده شده بود و او با جانی خسته و امانتی گرانبها در شکم به این انزوا پناه آورده بود. خواجه نعمان بانو رو با احترام تمام به قاهره میبره و ارسلان در خانه خواجه نعمان به دنیا میاد. از اون ماجرا 18 سال گذشت. ارسلان در سایه محبت خواجه نعمان بزرگ شد، در میان عطر تند ادویه ها و هیاهوی بازار مصر. اما اون با بقیه جوونا فرق داشت. قامت بلند و بازوهای ستبرش هیچ شباهتی به فرزند یک بازرگان نداشت. اون به جای حساب و کتاب دلباخته رزم و شمشیر زنی بود و همیشه احساس میکرد که تکه‌ای از وجودش در جایی دور
جا مونده. سرانجام در شبی که ماه بر فراز نیل چون داس سیمین می درخشید، مادرش اون رو به اتاقی خلوت انتهای خونه فراخوند. لرزش دستان مادر خبری از رازی مگو می داد. اون با کلیدی زنگ خورده قفل صندوقچه‌ای کهنه رو گشود. بوی مشک و پولاد کهنه در اتاق پیچید و مادر شمشیری رو که نقش شیر قران بر تیغش بود بیرون آورد و با صدایی که از حقحق 18 ساله میلرزید گفت: ارسلان من، گوش کن. این دستهای تو برای شمردن سکه های مسی بازار نیست. تو میراث‌دار خون ملکشاهی، پادشاهی که مظلومانه در خون خود غلتید. و روزی که جزیره پناهگاه ما شد، من این شمشیر را برای همچین شبی پنهان کردم. تو نه پسر یک بازرگان که شاهزاده سرزمین های خارج شده ای و الان وقتش رسیده که هویت بازرگان زاده ات را در آبهای نیل بشویی و میراث پدرت را طلب کنی. ارسلان شمشیر را در دست گرفت. سنگینی پولاد گویی خاطرات نیاگانش را به قلب اون پمپاژ می کرد. و اون شب ارسلان بازرگان زاده مرد و امیر ارسلان نامدار متولد شد. و اون شب با خودش عهد بست که تا شکوه از دست رفته را باز نگرداند، آرام نگیرد. ارسلان با نام و نشان جدید راهی سرزمین های فرنگ شد تا ریشه های خودش را باز یابد. روزی در یکی از شهرهای بزرگ روم قدم به کلیسایی گذاشت که دیوارهایش بوی عود و قدامت میداد. ناگهان نگاهش بر پرده ای ابریشمین در انتهای تالار قفل شد. بر آن پرده سیمای دختری نقش بسته بود که گویی از نور و ماه بافته شده بود. او فرخ لقا بود، دختر پطرس شاه. و ارسلان در مقابل اون تصویر زانو زد. اون که تا دیروز فقط در پی انتقام بود، الان اسیر نگاهی شده بود که از تار و پود ابریشم بیرون می‌تراوید. و اون فهمید که تقدیر اون رو نه فقط برای جنگ که برای رسیدن به صاحب این تصویر به روم کشانده. اما راه رسیدن به قصر پطرس شاه از میانه دشت‌های جادو و قلمرو دیوان می‌گذشت. چون راه قصر توسط جادوگری سهمگین به نام فولاد زره جادو شده بود. موجودی که تنش از آهن سرد بود و مادری مکار به نام قمر وزیر داشت. و ارسلان در دشتی بی آب و علف با غول روبرو شد. غول با صدایی که لرزه بر اندام زمین میانداخت فریاد زد: ای جوانی که بوی عشق میدهی، اینجا خاک عاشقان را به باد میدهند. ناگهان آسمان سیاه شد و سنگ‌هایی گداخته بر سر ارسلان باریدن گرفت. اما ارسلان با یاد فرخ لقا و قدرت شمشیر ملکشاه به قلب جادو زد. اون نه تنها با زور بازو بلکه با زیرکی بازرگانان نقطه ضعف فولاد زره را پیدا کرد و با ضربه ای حیدری
طلسم دیو را در هم شکست و با سقوط جادوگر ابرهای تیره کنار رفتند و دروازه های روم به روی او گشوده شد. ارسلان با هویتی پنهان به عنوان پهلوانی که سرزمین را از شر دیوان رها کرده به حضور پطرس شاه رسید و فرخ لقا که مدتها در رؤیاهایش جوانی را با چشمان سیاه میدید، با دیدن ارسلان فهمید که تقدیر او نیز در دستان این غریب است. پطرس شاه وقتی که از اصالت ارسلان و تبار شاهانه اون با خبر شد، کینه‌های قدیمی رو دور ریخت و با افتخار دست دخترش رو در دست ارسلان گذاشت و سرانجام قاهره و روم یک پارچه غرق در سرور شدند. ارسلان که روزی یتیمی در یک جزیره دور افتاده بود، الان در کنار فرخ لقا بر تخت شاهی تکیه زده بود. قصه ارسلان و فرخ لقا به پایان رسید، اما نام او به عنوان عاشقی که برای یک لبخند جهان را زیر و رو کرد در سطر تاریخ باقی ماند. و همینطور که تقدیر راه ارسلان نامدار رو از دل تاریکی به نور گشود، فردا هم برای شما قصه ای روشن رقم خواهد خورد. با قلبی سرشار از امید به تماشای صبح بروید. آرام